وقتی پژو رو دست لامبورگینی و پورشه زد، میدونستین یه زمانی داشت بزرگه همین 405 خودمون از لامبورگینی و پورشه هم سریع تر بوده. داریم از پژو اوکسیا حرف میزنیم، ماشینی که طراحیش شباهت زیادی به آردیو 405 داشت و حدود 36 سال پیش ساخته شد. شما تصور کنین پژو اوکسیا چه غولی بوده که اون زمان بالاترین سرعتش به 350 کیلومتر در ساعت میرسید، یعنی سریعتر از فراری انزو و پورشه کاررا. 0 تا 100 برات زیر 5 ثانیه میرفت و یه موتور 6 سیلندر تو این توربو 2800 سی سی داشت. بدنه پژو اوکسیا تماما از جنس آلومینیوم ساخته شده بود و وزنش به 1 تن و 300 کیلوگرم میرسید، در حالی که جالب بدون این شاسیش فقط 80 کیلوگرم وزن داشت. از امکانات خفن این ماشین میشه به استفاده از پنل‌های خورشیدی برای تامین بخشی از برق ماشین و پلیر CD اشاره کرد. متاسفانه این طرح جذاب در آخر بنا به دلایل کاملا مشخصی هیچ وقت تولید نشد و در حد یه نمونه اولیه باقی موند.